فکر میکنید چرا یه فنجون قهوه میتونه کلی حال هوای آدم رو عوض کنه؟ ماجرا از یه ماده توی مغز شروع میشه که اسمش آدنوزینه. وقتی سلول های بدنمون انرژی مصرف میکنن، آدنوزین تولید میشه و در مغز تجمع پیدا میکنه. ولی این آدنوزین دقیقاً چیه و چی کارا میکنه؟ آدنوزین یه نوروترانسمیتر یا همون ماده شیمیایی در مغزه که در طول روز بیشتر و بیشتر میشه. حالا وقتی سطحش به حد بالایی میرسه، میره به گیرنده های مخصوص خودش متصل میشه. در نتیجه فعالیت نورون ها یا همون سلول های عصبیمون کم میشن و همینجاست که اون احساس سنگینی پلکا و خواب آلودگی سراغمون میاد. اینجاست که کافئین مثل یه قهرمان وارد صحنه میشه. بله، کافئین همون ماده فعال قهوه از نظر ساختاری خیلی شبیه آدنوزینه. وقتی وارد مغز میشه به همون گیرنده ها میچسبه و اونا رو اشغال میکنه. اینطوری دیگه آدنوزین نمیتونه پیام خستگی رو منتقل کنه. نتیجه این میشه که آدنوزین جایی برای اتصال نداره، پس مغز کمتر احساس خواب آلودگی میکنه، نورون ها فعالتر میشن و در نتیجه مولکول های شادی و هوشیاری مثل دوپامین، نورادرنالین و سروتونین آزاد میشن. این مواد هم باعث میشن که ما هوشیارتر، متمرکزتر، پر انرژی تر بشیم. پس دفعه بعدی که یه فنجون قهوه میخوری، یادت باشه این فقط یه نوشیدنی ساده نیست. در واقع داری با شیمی مغزت بازی میکنی. دکمه خواب رو خاموش میکنی یا دکمه انرژی رو روشن. البته یادتون باشه مثل هر چیز دیگه ای قهوه هم اگه زیاده روی بشه میتونه مشکل ساز باشه. به قول معروف هر چیزی به اندازه زیباست. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی پر انرژی بمونید.